Assalomu alaykum, shunavandagان muhtaram. Man muallim metodiki tahsilot donishgahli soatlar akademiki Tehran Abulqulov Azamjonov bosham. Mavzui imrozi nom shakl va harakati zamin doir va fanni nazariya va metodiki fanlar tabiiy. Va mavzui zeli naqshoi zamin oshirasiz. Shakl zamin va andoze zamin. Harakati xudgardish davr zamin dar atrof mevar. Va zeli naqsha harakati zamin dar girdi oftob. Sayyorai zamin. Hamchun sayyorai nodir va yagonaki dar on hayot mavjud است. برای انسانیت و تمام موجودات زنده اهمیت کلان دارد. برای درک طبیعت پیدایش فصل‌ها، شب و روز، اقلیم دانستن، شکل و حرکت زمین مهم میباشد. شکل زمین از زمانهای قدیم آدمان شکل زمین را می‌آموختند. در اول فکر می‌کردند که زمین شکل هموار است. با گذشت و پیشرفت علم اثبات کرد که زمین شکل کره شکل است. اما این کره نادر نیست که آن را شکل گیاهی می‌نامند. اندازه زمین دیامتر زمین تقریبا 12742 کیلومتر برابر است و مساحت عمومی روی زمین باشد 510 میلیون کیلومتر کوادرات حساب می‌شود که از زیاده از 71% آن قسم سطحی آن را آب تشکیل می‌کند. که زمین نسبت به سیاره ما سیستم آفتاب سیاره میان حجم و حساب می‌رود. حرکت خودگردش یعنی دور زمین گرد زمین در گرد محور خود دور می‌زند. با نربط خود در گرد محور خود دور زدن 24 ساعت را تشکیل می‌دهد. معین وقت در 23 ساعت 57 دقیقه 6 ثانیه را در بر می‌گیرد. در نتیجه شب روز عوض می‌شود و وجود می‌آید و محور از شمال به جنوب می‌گذرد که سمت قطب‌های زمین جایگیر است. حرکت زمین در چنین راست دیدن ممکن است. از قسم شرق به غرب حرکت می‌کند و عوض شوی فصل هم از روی همین سبب حاصل می‌شود. در تراماه و بهار برابر شوی شب و روز، در تابستان از همه درازترین روز و در زمستان باشد از همه درازترین شب به حساب می‌آید. حرکت زمین در گرد آفتاب. حرکت زمین غیر از خودگردش زمین گرد آفتاب دور می‌زند و یک دور زمین آن 365 روز 6 ساعت را تشکیل می‌دهد. از این سبب هم در دوام 4 سال یک مرتبه ماه فعلا 29 روز را تشکیل می‌دهد. هنگام حرکت زمین راه معین را که در آن اوربیت می‌گویند طی می‌کند. حرکت زمین در گرد محور خود در نقط خود طبیعی همواره آن ماهتاب باشد در گرد سیاره زمین دور می‌زند و در همین حالت زمین با همراهی ماهتاب در گرد آفتاب دور می‌زند. همین حالت زمین در گرد خود دور زدن شب و روز، ماهتاب در گرد سیاره زمین دور زدنش یک ماه را و زمین در گرد آفتاب دور زدنش یک سال را در بر می‌گیرد. کشف بدن محور زمین در اصل ممکن است. کشف بدن محور زمین در اوربیت 23.5 گرادوس کشف می‌شود. پیدایش فصل‌ها هم از دورزنی زمین در گرد آفتاب به حساب می‌آید و با نبض خود فصل‌ها عوض می‌شود. اولین فصل بهار که برابر شدن شب و روز یعنی 21-22 مارس راست می‌آید. حرارت تقریباً بلند می‌شود، طبیعت بیدار می‌گردد. فصل تابستان نورهای آفتاب مستحکم‌تر و سمت زمین می‌رسد. روزها دراز و شب‌ها کوتاه می‌شود و حرارت بلندتر می‌گردد. از همه درازترین روز هم در فصل تابستان دیدن ممکن است. فصل تراماه و زمستان. تراماه با پس شدن حرارت و کوتاه شدن روز را تفسیر می‌کند. در زمستان باشد نورهای آفتاب به سطح زمین کم می‌رسد. شب‌ها دراز و روزها کوتاه می‌شود. خیلی سرد هوا به نظر می‌رسد. در رسم زمین دیدن ممکن است و 4 فصل آن در رسم زمین دیدن معین کردن ممکن است. آغازی روزی من پسند می‌برد. برای اعتبارتان تشکر.